کشور افغانستان. افغانستان کشوری است در آسیا قرار دارد و آن با 6 دولت همسرحدی دارد. البته اگر کشمیر را برای هند حساب کنیم با 7 کشور می شود. اما کشمیر داستانهای خود را دارد. انگلیس ها از هندوستان نگران بودند و زود به افغانستان رسیدند. بین روس ها و انگلیس ها سرحد در افغانستان شد. این توانست روس ها را به هند نرساند. خود افغان ها هم از روس ها و هم از انگلیس ها متنفر بودند. اما انگلیس ها از افغانستان دست نمی کشیدند. در نهایت سال 1919 افغانستان استقلالیت خود را به دست آورد و انگلیس ها را از سرزمین های افغانستان بیرون کردند. انگلیس ها مرز را طوری کشیدند که معروف با خط دیورند است. روس ها هم در شمال رود پنج و بدخشان را مرز اعلان کردند. کشور افغانستان با چین مرزی 32 کیلومتری دارد که این داد و گرفت آنها را خیلی خلای می کند. افغانستان کشوری 4 فصلی است که 4 فصل در آن گردش می کند. سرتاسر شمال افغانستان را کوههای آسمان بوس احاطه کردند. از همین حساب از میان آنها رودهای زیاد جاری می شوند. اگر به جنوب افغانستان سفر کنید خشک است، گرم است، سرسبز نیست. بی‌نظیرترین انارها در افغانستان می شوند. در افغانستان انار، بادام و زردالو خیلی خوب می شوند. 42% اهالی افغانستان را تا 14 ساله ها تشکیل می دهند. در این کشور 36% پشتو، 38% تاجیک، 11 تا 13% هزاره ها، 7 تا 10% ازبکان، 5 تا 7% ترکمن ها، 4 تا 6% بلوچی ها و 8% دیگر را دیگر قوم ها تشکیل می دهند. 85% مردم افغانستان با زبان دری حرف می زنند.